ترکتبران خطاب به حکومت مرکزی میگویند گفتگوهای صلح را در انحصار نگیرید. شماری از ترکتبران در یک نشست اعتراضی از حکومت مرکزی میخواهند تا تیم مذاکره کننده صلح با طالبان را همه شمول بسازند. آنان میگویند در پروسه صلحی که با ترکتبران افغانستان مشوره نگردد ناکام خواهد ماند و نادیده گرفتن یک قوم بزرگ آن هم ترکمنهای افغانستان در حقیقت عدم صلح است. محمد انور رحیمی معاون شورای اجتماعی ترکمنها در ولایت بلخ میگوید که قوم ترکمن در سالهای اخیر به حاشیه برده شده و در مسائل سیاسی کشور هیچ سهمی به آنها داده نشده است. تیم از یک جنا ساخته شده است. از جنای جناب اشرف غنی ساخته شده است. از اون لحاظ ما میگیم که همی ملی باشه، چون ملی نباشه هیچ چیز تا هنوز شما میفهمین که ما این از دوری بونم جلسه بونم ملی نبود. اینی نقاط تا این روز تجربه میکنیم. از این به بعدم از دولت مردم میخواهیم که امیر ملی بسازن نه فردی. ابراهیم ایلیا رئیس شورای جوانان ترکمنها در زون شمال هیئت مذاکره کننده افغان با طالبان را فردی میداند و میگوید در صورت عدم توجه به خواستهای قوم ترکمن این ملت به اعتراضهایشان ادامه خواهند داد. باید در صلح برای ما سهم داده شود. اگر سهم داده نشد آینده ما نمیگیم که ما بدی میکنیم، ولی ملت هر تصمیمی را گرفت ما او را انجام میتیم. اگر ما یک روز مثال شهر کایرتان جنجال بخیزانیم، طبعا خود همون کسایی که امروز همون نفرا را تعیین میکنه در پیش ما میآید، ولی ما همون را نمیکنیم. چرا؟ در ملت ضرر نمیرسانیم. از سوی هم شماری از بزرگان قوم ترکتبار از سران حکومت میخواهند که در تشکیل هیئت مذاکره کننده تجدید نظر نموده و خواستهای این ملت را در نظر گیرند. با عنوان قوم بی‌طرف حق اظهار دارم که باید در مذاکرات صلح حضور داشته باشند، چرا که اینها قربانی دادند و ما اهل قربانی هستیم و ما هم شهید دادیم. تا امروز آرامش همه سطح ملیت خود و کشور خود بودیم، حال هم هستیم، ولیکن اگر امروز اینمی اگر تو فراموش شدنی باشه، اگر قوم ترکمن گفته مرا کنار بگذارن، ما امروز آرام نمیشینیم. چندی قبل حکومت افغانستان 21 تن را به صفت هیئت مذاکره کننده با طالبان اعلام نمود و قرار است این هیئت در روزهای آینده به نمایندگی از دولت افغانستان با طالبان برای رسیدن به آتش بس دائمی مذاکره کنند.